با سلامی دیگر باره بیننده ارجمند، من عبدالله اشرف هستم. در خدمت شما. ساعت در شهر پراگا اداره مرکزی رادیوی آزادی 10 و در شهر دوشنبه 1 روز است. تا شروع برنامه اخبار رادیو آزادی کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند. حالا اینجا میخواهیم فشرده مهمترین اخبار روز را به سمع شما برسانیم. تفصیلات این و خبرهای دیگر را در نشر مفصلی برنامه اخبار رادیو آزادی خواهیم داشت. امیدوارم شما ما را اینجا و هم در پخش زنده نشر مفصلی برنامه اخبار همراهی میکنید. نخست شروع میکنیم از خبرهای روز. در شهر دوشنبه جلسه شورای کارشناسان نهادهای گمرکی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر شد. یکی از مسائلی که در این جلسه مطرح شده است، استفاده بیشتر زبان روسی در نظام کار نهادهای گمرکی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل بوده است. قرار بود در این جلسه رهبری این شورا به جانب ترکمنستان سپرده شود، اما هیچ یک از نمایندگان ترکمنستان در این جلسه شرکت نداشتند. چرا؟ پاسخ این سوال را در نشر اساسی برنامه برایتان خواهیم گفت. خبر دیگری هم داریم از تاجیکستان که کوشش نجات یک گوساله فاجعه به بار آورده باعث مرگ 3 نفر شده است. این حادثه در ناحیه عبدالرحمن جامی روی داد، ولی چگونه این مردان فوتیدند و از تاثیر چی؟ تفصیلات این موضوع را در نشر کامل برنامه به شما میگوییم. و حالا از ناحیه عبدالرحمن جامی میرویم به رودکی. دادگاه ناحیه رودکی بررسی پرونده سوزن خلانی به بدن کودکی 1 ساله تاجیک را آغاز کرد. تخمین مقامات این است که 10 سوزن را به بدن کودک مادرش خلانده است، اما مادر این اتهام را رد می کند. مادر در تالار دادگاه در این باره چی گفت؟ در نشر مفصل برنامه به شما قصه خواهیم کرد. در ادامه برنامه خبری داریم در مورد نفقه در روسیه. با وجود اعتراضهای گسترده، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به قانون بحث برانگیزی بالا بردن 30 سال بازنشستگی و یا به نفقه برای امضا گذاشت. همکنون 30 سال نفقه برای زنان 60 و برای مردان 65 ساله تعیین شده است. اما در تاجیکستان مسئله 30 سال بازنشستگی تغییرات در نظر نیست و این مسئله طوری به نظر میرسد چندان مهم هم نیست برای بازنشستگان. برعکس اکثریت نفقه خوران با رسیدن به سن نفقه میکوشند کار کنند و جای کار خود را از دست ندهند. سبب در چیست؟ در اندازه پست نفقه و یا چیزی دیگر؟ با این سوال همکاران ما در شهرهای مختلف تاجیکستان به نفقه خوران مراجعت کردند. نفقه خوران چی پاسخ دادند؟ انتظار شوید، در برنامه به شما خواهیم گفت. بیننده ارجمند، تا کمتر از 3 ساعت دیگر شما را در پخش مستقیمی برنامه اخبار رادیو آزادی انتظاریم. بیان نظر و اندیشه های خود را هم در زیر مطلب های ما در شبکه های اجتماعی فراموش نکنید.